سلام دوستان، با شبکه کاروان عمر خوش آمدید. دوستانی عزیز، باره شنیدید که مرده هم گریه کرده باشد؟ البته که نه. این سوالی هست که انسان را در تعجب، در حیرت و در فکر می اندازد. و هر یکی ما به خود سوال می کنیم: نخواهد مرده گریه کند؟ آخر این افسانه و سفسطه مردم است. اما نمیدانیم که خداوند به هر کار قادر و توانا هست. هر آن چیزی که او میخواهد همان میشود، نه آنی که ما و شما میخواهیم. رسمی که شما در روی نوار میبینید، این رسم به نظر شما رسمی عادی هست. زن کودکی ناتولد شده، اما با دقت نگاه کنید که از چشم این زن اشک برآمده ایستاده است، همچنانه که این زن در حالت مرده هست و هنگامی کودک را بر آغوش مادر می آورند. کودک با ناله کودکیش گریه می کند و از چشم این زن اشک می ریزد. به شک این معجزه خداوند است. دوستان عزیز، از شما خواهش همین است که خاطر مادران دشنام نکنید و تا آخر خوب گوش کنید. انشاءالله معلوماتی پره خواهید گرفت. شاید بسیاری از ما و شما از این حالت بخبریم. سال 2018 رسمی که در صفحه های اجتماعی جای اول را اشغال کرد و در تمام دنیا اولین رسمی بهترین رسم نام گرفت. حادثه این رسم چنین است: زن حامله دار است. تولد کردنش خیلی دشوار می شود. این زن را به بیمارخانه می برند. هنگام تولد کردن فرزند، زن جان خود را از دست می دهد و از این دنیا چشم می پوشد و کودک ناتولد شده را بر آغوش مادر می گذارند. کودک باشد با ناله کودکیش گریه می کند. هنگامی گریه کودک از چشم این زن اشک می ریزد. به شک این معجزه خداوند است. شخصانی که شاهد این واقعه شدند رسم گرفتند، نوار کردند و در صفحه های اجتماعی گذاشتند و در سال 2018 بهترین رسم و عجایبترین رسم دنیا نام گرفت. ولی دوستان عزیز، ما هنگام شنیدن چنین حالتها به نظر ما مثل افسانه هست، ولی مادران آماده هستند که جان خود را از دست دهند و فرزند آنها سالم باقی در دنیا بماند. اما هنگامی که همان فرزندها به ویه می رسند، خودشان مال و ملک دارند، ثروتمند هستند، ولی مادرهایشان در خانه پیرانسالان است. بینید که مادر هنگامی تولد کردنش کودک می گفته است من می برایم، جان می گفته است من می برایم و مادر آماده بود است که جان را بر حق تسلیم کند و فرزندش زنده بماند. پس به قدر مادران برسید. این معجزه هست. این یگان افسانه و بافته خود نیست، بلکه هر آن چیزی که در صفحه های اجتماعی برای مادران نوشتند ما نیز بهر شما پیشکش کردیم. امیدوارم که این موضوع بر شما پیش می آید و خیلی جالب است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.